اگر شرک نورزید نامردید. من اصلا میخوام بگم اگر با همه این که داریم میگیم نگاهتون عوض میشه، اگر کوچکترین حاجتتون رو به غیر مولاتون صاحب از زمان بگید نامردید. اگر کوچکترین حاجتتون رو به غیر مولاتون صاحب از زمان بگید نامردید. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. بیگمان کسانی را که به جای الله به نیایش می‌خوانید بندگانی امثال شما هستند، پس آنان را بخوانید. اگر راست گویید باید پاسخ شما را بدهند. از امام حسن عسکری رحمه الله که رافضه شب و روز به پسر نداشته او متوسل می شوند روایت است که فرمود: الله امان کسی است که هنگام نیازمندی ها و سختی ها و هنگامی که از همه جا قطع امید کرده پرستیده می شود و هنگامی که هیچ وسیله‌ای جز او نمانده گفته می شود بسم الله، یعنی همه کارهایم را با یاری الله سبحانه و تعالی انجام می دهم که عبادت جز شایسته وی شایسته دیگری نیست. فریاد رسی که هرگاه خوانده شود به فریاد می رسد و اجابت کننده‌ای که هرگاه وی را بخوانند اجابت می کند. و امام جعفر صادق رحمه الله به پیروانش نماز حاجت را می آموخت و می گفت وقتی که 3 حصه شب سپری شد برخیز و 2 رکعت نماز با سوره الملک بخوان و سپس برای الله سجده کن و او را دعا کن و بگو پروردگارا چشمها در خوابند و ستارگان چشمک میزنند و تو زنده و جاوید هستی و تو را خواب و چرت فرا نمیگیرد و شبهای تاریک و آسمانهای برجدار و زمین هموار و دریای عظیم و پر آب و تاریکی های پشت سر هم از تو پوشیده نیست. ای فریاد رس نیکوکاران و فریاد رس درماندگان، به رحمت خود مرا یاری ده. اگر کوچکترین حاجتتون رو به غیر مولاتون صاحب از زمان بگید نامردید. اما آخوندان تشیع چون برخلاف فرموده های ائمه عمل می کنند و برعکس خط سیر ایشان در حرکتند، به پیروان خود می گویند اگر کوچکترین حاجتتان را به غیر از امام بگویید نامردید. اگر الله را بی همتا دانستید نامردید و اگر امام نیازمند مخلوق متواضع را هنگام نیاز به کمک خواستید و شب و روز روی به سوی او آورده و الله متعال را رها کردید شما مرد هستید. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ
و هرگاه الله به تنهایی یاد شود، کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند متنفر می شوند و چون کسانی جز او یاد شود به ناگاه شاد و خوشحال می گردند. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و هرگاه بندگانم از تو درباره من سؤال کنند، من نزدیک هستم و دعای دعا کننده را هرگاه مرا بخواند اجابت می کنم. پس باید فرمان مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند.